و در وصف جنت الله سبحانه و تعالی در سوره غاشیه از آیت 8 تا 16 بعضی از نعمتها را ذکر می کند که الله سبحانه و تعالی می فرماید وجوه یومئذ ناعمه، انسانهایی که در جنت هستند در روی آنها نعمت جنت دیده می شود. اثر نعمتی که آنها در جنت می بینند در روی های آنها دیده می شود. زیرا در همین دنیا اگر ما ببینیم انسانی که در نعمت هست همیشه هیچ سختی را ندیده است، آن نعمت هایی که در این دنیا دیده است اثر آن در روی آن بنده دیده می شود. ولی انسانی که بسیار زحمت کشیده و انسانی هست که در زندگی سختی ها را دیده است در حقیقت در روی آن نعمت ها دیده نمی شود. از این لحاظ در جنت انسانی که در نعمت ها غوطیده است و هر نعمتی که الله سبحانه و تعالی برای آن مهیا کرده است وقتی که در آن ملذات هست اثر نعمت الله سبحانه و تعالی بر روی آن دیده می شود. لسعیها راضیه، با آن کوشش هایی که در دنیا کرده بود پاداش آن را وقتی که می بیند حتما راضی است. از پاداشی که در جنت می بیند برای کوشش های دنیای خود راضی است. فی جنت عالیه، در یک جنت بسیار بلند می باشد. لا تسمع فیها لاغیه، در آن جنت سخن لغو، سخن بیهوده، دشنام، سخنهایی که هیچ نفعی ندارد نمی شنوند. تنها ذکر است و تسبیح است و هر آنی که در نزد آن میخوانند یا اینکه گوش میکنند با هم حرف میزنند و هر سخنی که خود ذکر میکند همه آن تسبیح و تهلیل و سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله والله اکبر از همین قبیل ها است. هیچ سخن بیهوده در آنجا شنیده نمی شود. بعد از آن الله سبحانه و تعالی می فرماید فیها عین جاریه، در آن جنت چشمه جاری است. تنها یک چشمه چشمه های جاری است، چند چشمه که جاری گردیده است. فیها سرور مرفوعه، در این جنت کدهای بسیار بلند است، کدهایی که در آن میخوابند و در آن استراحت میکنند بسیار بلند هستند. و اکواب موضوعه، و قدح ها یا اینکه پیاله هایی که گذاشته شده اند در هر گوشه و کنار دیده می شود. و نمارق مصفوفه، و بالین هایی که صف به صف قطار به قطار گذاشته شده اند. و زرابی مبثوثه، و فرش هایی که در هر گوشه و کنار انداخته شده اند. این همه نعمت هایی که الله سبحانه و تعالی برای جنتی آماده ساخته است در استراحتگاه او به شکل یک نوار در پیش ما و شما آن را میگذارد که ببینیم. ولی این چیزهایی که ما ذکر کردیم تنها نام آن مانند است، ولی اصل آن چگونه است آن را الله سبحانه و تعالی خودش میداند. ما فرش میگوییم، قدح میگوییم، بالین میگوییم، کت میگوییم، چیزهایی که در این آیت ها آمده است. آن نعمت هایی که الله سبحانه و تعالی برای بندگان نکوکاری خود آماده ساخته است، آن چیزهایی که ما در دنیا دیده ایم با آن مانند نیست، تنها نام او مانند است. زیرا که الله سبحانه و تعالی می فرماید در یک حدیث قدسی اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت، من آماده ساختم برای بندگان نکوکارم آن چیزی که هیچ چشمی ندیده است، ولا اذن سمعت، و هیچ گوشی نشنیده است، ولا خطر على قلب بشر، و به هیچ دلی انسانی خطور نکرده است. یعنی که هر آن چیزی که در این آیت ها ذکر شد آن را ما به چیزهایی که در دنیا هست مانند نباید کنیم، زیرا که آن
ماهیت و چگونگی آن را الله سبحانه و تعالی تنها خودش میداند.